من به همه حرفا گوش میکنم، اما به رفتارها نگاه میکنم. بگن دوستم، من ازشون ممنونم، ولی به رفتارشون نگاه میکنم. بگن کنارمن، هوامو دارن، من قدردانم، ولی به رفتارها نگاه میکنم. من اینجوریم، واقعی بودن رو توی رفتار میفهمم، نه تو کلمات. آره، هرچی بگن من گوشم باهاشونه، اما عمل حرف آخر رو میزنه برام. من کاری با حرفهای آدم‌ها ندارم، چون امکان داره یکی پیش تو نقش بازی کنه، یه کار دروغی رو بکنه تو رو فریب بده. من نشانه ها را دنبال میکنم، نشانه ها هیچگاه دروغ نمیگوید. اگر من کسی که فهمیده باشم با نشانه هایی که تو ذهنم دارم ازش آدم خوبیه، تمام زمین بگه، بعد کت من و شما نمیره و برعکسش هم صادق باشه. نشانه ها خیلی خیلی نقش مهمتر از کلمات.